مدت 2 ماه میشه که دوست عزیزم ما باید با شما برنامه کنیم. امروز فرصت خدای اومد. بله به خواست خدا این روز خدا روزی شد. انا برنامه ما انشالله که برنامه جالب میگرده. بله. و پیش از همه اول سلام خود رو، سلام گرم جوشان خود رو به کلی فارسی زبانان روی دنیا میرسونم، به هموطنان عزیز میرسونم، به مخلصانم، به شنوندگان، به بینندگان. باقی زنده باشند. تشکر. سلامت باشید. تمنا بانو، سوالی اولین ما همین است که با یک سرود سراینده میتواند که در بین جامعه از خرد تا کلان او را شناسند. یعنی سرودی نام برده شما که بچه ای بچه. بله من این سرود رو سراییدم. کدام سال سراییدید که این سرود هیچ از مود نمی رود؟ از مود نمی رود. کی سراییده بودید؟ طول 8 سال می شود که این سرود من از شوخی سر شده بود. در رشته حجو سراییدید؟ نه حجو سراییدم. اساس این سرود از شوخی سر شد در شهر مسکو. این سرود مالی خیرالدین بزرگ می باشه. همین سرود وقتی که در مسکو کنسرت مرا دعوت کردن، بعد در اونجا یک دوستی من اگه حاضر رشته دوستی داریم با ما با گفته خود عاشق شده بود. به هر کنسرتایی که می رفتم همون شخصیت می اومد. بعد همین کدام دختری را می دیدم، کدام زنی خوشروی می دیدم، دختری خوشروی می دیدم، میگفتن که عروسی وحشیه، زنی وحشیه. با اون را گیرم بود. بعد تمام ما تیا میگیرم، میگفتم هر کجایی که میرم عروسات ای پیش میبرو، زنات ای پیش میبرو، ما تیا نمیگیرم. خلاص دیگه با می کنسرتم دا اومد. این وقتی که از در اومدن شده همین سرود ما خونده استم با طرز دیگر. این سرود خیرالدین بزرگ تو یار داری وفادار داری به خود خوشدار داری. وقتی همون لحظه که ای در میدروی همون وحشی اکنون شنا میگیریم مخفی میباشه. وحشی ما ترا نمیگیرم با سبب که تو 2 زن داری، عروس داری، مرا فن داری، ما ترا نمیگیرم. ای شوخی سر شد. با کدام کنسرتی که می رفتم تمنا همین سرود یار نگو نامی مرا بگی، نامی مرا تکرار که ای شوخی همین سرود سر شد. مدتی طولی 10 سال، یعنی سال 10 ساله که من همین سرود می سرایم. در مدت 10 سال رستم جان من زیاد سرود دارم با کلیپاش. دیگه مردم همین را زیاد طلب میکنن، همین را زیاد گوش میکنن، با همین مرا زیاد شناختن. شاید که محقولی دلشون شد. کی نوشته بود شعر؟ این سرود گفتم که سرود خیرالدین بزرگ. شما کمی جمله هاش رو تغییر داده سراییده. من وقتی که سرود پیش کلیپش بردن با همراه دونجوان کلیپ کردیم، با استودیو رفتم با خیرالدین بزرگ دعا گرفتم. میگن اول ای پیری کار ای استاد دعا بگی. ای خیرالدین بزرگ دعا گرفتم. البته که دعا دادن. شاید که با دعای میگن پیران بابا هستند. بله. سرود خیرالدین بزرگ. تشکر. تمنا